انسان مسلمان در هر ارتباطی و در هر تعاملی دو چیز باید داشته باشه. یک اخذ، دو عطاست. خوبی های دیگران رو بگیره و خوبی های خودش هم به دیگران بده. انسان مسلمان اگر یک طرفه استفاده ببره رباخواره. تو میخوای از خوبی دیگران استفاده ببرید ولی ظرفیت های خودت، استعداد خودت، خوبی های خودت، تجربه های خودت به دیگران ندید. رباخواری که این نیست که تو 100,000 تومان به کسی بدید 150,000 تومان ازش بگیرید. رباخواری استفاده یک طرفه، وقت دیگران رو برای توسعه خودت و کیفیت بخشی خودت بگیرید ولی حاضر نباشید وقت خودت در اختیار دیگران بذارید که دیگران رو کیفیت ببخشید، توسعه بدید. هر استفاده یک طرفه رباخواری بلکه سوء استفاده است، استفاده نیست. یعنی من توانمند بشم رو حساب چاق بشم، رو حساب لاغری دیگران، رو حساب ضعف دیگران. انسان مسلمان هدفمند کسی که وقتی خودش بلند میشه دیگران رو با خودش بلند میکنه. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خداوند میگه یک نفر رو حیات ببخشید. حیات بخشیدن حتما نیست که یه نفر در شرف مرگ یه آمپولی بهش بزنید نجات پیدا بکنه. جهل بزرگترین مرگ و نابودی است. فقر بزرگترین مرگ و نابودی است. بیبندوباری بزرگترین فقر و نابودی است و بزرگترین مرگ. خودکشی است. فحشا، مواد مخدر، منکرات، ظلم، اینا همش چه؟ نابودی است. مرگ تدریجی است. خداوند میگه اگر یه نفر رو حیات ببخشید، یک جاهلی رو آگاه بکنید، آموزش بدید، مثل این که کل بشریت رو حیات بخشیدید. یک بیماری رو مداوا بکنید، یک بچه یتیمی رو نوازش بکنید، یک بیوه‌زنی رو سرپرستی بکنید. چه کمبودهای مادی، چه کمبودهای معنوی. یک چاه آبی، یک برکه آبی، یک کتابخانه، یک کارخانه، یک بازارچی. اگر مسلمانی اکتفا بکنه به نماز خواندنش و روزه گرفتنش و حجش، اینها عبادتهای شخصی است. تو تا الان برای خودت بودی اگه نماز خوندید، اگه روزه گرفتید، اگه نماز چاشتت یا دوهات و نماز شبت فوت نشده، اگر روز 1000 بار ذکر و تسبیح میکنید، اینا همه عبادت‌های شخصی است. چقدر مفید بودی برای جامعه خودت، چقدر مردم رو تو حساب باز کردن، چقدر آرامش تزریق کردید، چقدر امید بودید برای دیگرانی که امیدشون رو از دست داده بودن. انسان ناامید در شرف خودکشی است. و وقتی یک حرکت تو، یک لبخند تو، یک نوازش تو امید به صدها نفر ایجاد میکنه، دوباره زندگی رو پیدا میکنه. من در یک شب از 4 استان کشور 4 تا جوان با فاصله شاید 1 ساعت با من تماس میگیرن، در شرف خودکشی بودن. وقتی به بنبست رسید، خیلی وقتا انسان ها میخوان کسی پیدا بکنن که فقط تخلیه بشن، چیزی از تو نمیخوان. فکر نکنیم مسئولیم در اتاق ما یه مأمور گذاشتن، اینا همش ول میشه، اینا بزرگی نمیاره. کسی امیرالقوم که خادمشون باشه، کسی بهترینه که انفعهم للناس باشه. این گفته های من نیست. بهترین خلق خدا انفعهم للناسه، سودمندترین برای بندگان خداست. ما باید مثل باران باشیم. باران وقتی میباره، مسلمان باید مثل باران باشه. باران وقتی میباره نگاه نمیکنه بر سقف کلیسا میباره یا بر سقف مسجد میباره، بر سقف حاکم میباره یا بر سقف محکوم و رعیت میباره، بر سقف عابد میباره و زاهد یا بر سقف فاجر و فاسق میباره، بر سقف دوست میباره یا بر سقف دشمن میباره. از ما خواسته شده که رحمت باشیم برای همه، برکت باشیم برای همه.
مهربان باشیم برای همه.